سلام بچه ها، خوش اومدید به یک ویدیو از چنل مستر بیست. خب من یک ویدیو براتون آماده کردم، خیلی خوب خفنه، بریم با هم ببینیمش. Let's go. خب بچه ها اینجا مستر بیست میبینید که اومده با چند تا میخواد یک کاری انجام بده. خودم ندیدم ولی براتون میگم چطوریه ماجراش. دیدم دیگه صحبت میکنه که میگه با هم دیگه یکی میزنه و گوله و نمیدونم میبینن تستش میکنن کدوم بهتر میتونه واکنش بده. خب اولین کس اینه، میاد زدنش که هیچی نشد. خب الان نفر دوم. خب میبینم چیکار میکنه. خب یکی دیگه به اینم زدن هیچی نشد. لامصب چه سکسرگنی. خب نفر دوم. خب ببینیم. خب به اینم میزنن. به اینم زد، به اینم زد، به اینم زد. واو ویلا یکیشون افتاد. خب ببینیم کدوم میفته از اینا. ولی بچه بگم عجب بازیه. بچه مستر ویز اینقدر پول داره نمیدونه چی کار کنه با این پولا. خیلی بچه بازی خوبیه. چه یک بازیه به نظر من، از خط یکی بگذره سوخته و یکی دیگر هم مثلا مسابقه میدن کدوم بهتر و زودتر از خط میاد این ورتر. خب بچه ها اینجا یک فهم بازرگانی داره که اینو من برم. خب اینجا شروع میکنه ویدیو دوباره. میگه من میتونم و یک دیگه به این نیفتاده. اینا گرفتم بچه ها، یکی میزنم بهش، هر کدوم افتاد اون دیگه باخته. همه میگم بیا این بر اونا که افتادن باید همونجا بمونه وقتی شما ها. خب اومدن به مرحله دوم. این بچه ها شماره گذاره و میبینن کدوم اینقدر پول میگیره و موفق میشه. بچه چه پولی بود. اینجا بچه مشورت میکنن و این حرفا. خب اولین نفر میزنه که یک امتیاز به نظر من میگیره اکسترا. خب نفر دوم میزنه و میشکنه. خب نفر سوم که میزنه خب اینم یک بهتر زد که مثلث بیرون اومد. خب این چتر این برد. این مرحله رو پسرا به نظر من بردن. خب این که چیه؟ با این هر کدوم یک چتر درست کرد همون برده.
به مثلث. این که خرابش کرد. این که چه پدرشم در آورد. بچه به نظر من یه چیزی که با دهن اینطوریش میکنی راحت تر درست میشه. یک کلکی میخواد سوار کنه اینجا بچه ها، میبینیدش؟ این تونست بچه ها با کلک البته. ولی ببین چه عجب بازیه. یک تونست بچه ها. ولی بگم بچه ها چه بازی خوبیه. هر کس تونست 2 میلیارد بچه ها بهش میده. وای خدای من. هر کی دیگه تونست 4 میلیارد. وای بیلا. بچه ها تو فکرشو بکنید مثلا با یک بازی 4 میلیارد یا الا 2 میلیارد میگیره. وای خدای من. بچه اینا رو میبینید که بعضیشون که تونستن خیلی خوشحالن، بعضیش که نتونستن دیگه تحملش ندارن. شماره 11 و شماره 10 و 4 و 6 و 5 و معلوم نمیشه. خب اینجا بچه ها تناب کشیه. هر کدوم از این افتاد باخته. بچه شروع شد. خیلی حساسه بچه، ببینید کدوم میفته. پسرا دخترا؟ به نظرتون دخترا یا پسرا؟ دخترا یا پسرا؟ یکیشو افتاد. پسرا باخته. به نظر من دخترا بردن. نه 3 تیم بودن، هم پسر و هم دختر. خب بچه ها اینجا ویدیو ما تموم میشه. چنل سابسکرایب و زنگوله کنارش هم حتما بزنید. تا یک ویدیو از اینا دوست داشتید ما را زود